ای محبوبان، از آزمایش آتشی که برای امتحان شما فرستاده می شود حیران نشوید که گویا واقعه عجیبی به شما روی داده باشد، بلکه مادامی که شما در عقوبت‌های مسیح اشتراک دارید شادی کنید تا که در وقت ظهور جلال او نیز به وجد آید و خرسندی کنید. اگر در حق شما به خاطر اسم مسیح بدگویی کنند، خوشا شما، چون که روح جلال، روح خدا بر شما قرار می گیرد. آنها او را خاری می دهند، لیکن شما جلال می دهید. بگذار هیچ یکی از شما همچون قاتل یا دوست یا بدکردار یا فضول عقوبت نکشد. اما اگر کسی همچون مسیحی عقوبت کشد، بگذار خجل نشود، بلکه برای چنین قسمتش خدا را حمد و ثنا خواند. زیرا وقت آن رسیده است که داوری از خانه خدا آغاز شود. و اگر اول از ما آغاز شود، پس فرجام آنهایی که به انجیل خدا اطاعت نمی کنند چگونه خواهد بود؟ و اگر عادل به زور نجات می یافته باشد، پس عاقبت عاصیان و گناهکاران چی خواهد بود؟ پس آنهایی که بر طبق اراده خدا عقوبت می کشند، بگذار جانهای خود را به آفریدگار امین سپارند و نیکی کنند.